او گایز امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. اسمم مهدی و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قرار بریم به ادامه آموزشایی که داشتیم در مورد برنامه نویسی سی شارپ بپردازیم، یاد بگیریم و همین ادامه بدیم. بحثی و که جا گذاشتیم. هرچی ویدیو رو طولانیش نکنیم، لایک کامنت و ساب یادتون نره. بریم سراغ ویژوال استودیو و شروع کنیم به مباحثی که قراره یاد بگیریم دیگه. آخرای مبحث هایی هست که قراره توی کنسول یاد بگیریم و 2-3 تا مبحثی که دیگه یاد بگیریم میریم سراغ ویندوز اپلیکیشن و بعد قضیه رو جمعش میکنیم. لایک کامنت و ساب یادتون نره. بزنید بریم شروع بکنیم ویدیو رو. لیتس گایز، تو این جلسه قراره که بریم سراغ اینترفیس ها. یه توضیح خیلی مختصر در مورد اینترفیس ها بگم. اینترفیس ها قوانینیه که باید هر کلاسی که قراره از این اینترفیس ها ارث بری بکنه رعایت بکنتش. یعنی یه نوع قوانینیه که توی برنامه پیاده سازی میشه و هر جایی که لازم باشه این قوانین رعایت بشه ازشون ارث بری میشه. بیشترشو بریم توی پروژه با یه مثال خیلی کوچیک توضیح بدم خدمتتون. زیادم درگیر این نباشید که چرا یاد نمیگیرید یا این که اصلا نمیفهمید. این جلسات من باب آشنایی شما با تکنیک های برنامه نویسی هستن. بیشترش رو توی پروژه های عملی که جلوتر با هم کار میکنیم یاد میگیریم و بهتره که خودتون هم یه سرچ ساده‌ای توی گوگل بکنید، چون من علامه در نیستم. منم چیزایی که بلدم رو یاد میدم. برای اضافه کردن اینترفیس به پروژمون روی پروژه راست کلیک میکنیم، میایم اینجا اد نیو آیتم و اینجا دنبال اینترفیس ها میگردیم اگه باز بکنه برای ما. خب اینترفیس ها، روی اینترفیس کلیک میکنیم. یه نکته ریزی در مورد نامگذاری اینترفیس ها هست، اونم اینه که اولین حرفش با آی شروع میشه و دومین حرف اسمش باید بزرگ نوشته بشه. اصول برنامه نویسیه، یعنی نکاتیه که توی نامگذاری ها رعایت میکنن برنامه نویس ها. مثلا من میخوام بگم اینترفیس مهدی، خب آی مهدی می نویسم. آی بزرگ با اولین حرف مهدی که ام هست بزرگ می نویسم، ولی شما میتونید هر اسم دلخواهی که دوست دارید بذارید، ولی این یک اصول میگن، نمیدونم قانون میگن، نکته میگن، هر چی که میگن. شما این اسم رو هر کجای برنامه که ببینید، برنامه نویس های دیگه هم ببینن، اولین چیزی که به فکرشون میرسه اینه که این یک اینترفیس. شما حالا هر اسم دیگه هم که بخواید میتونید بنویسید. اد رو میزنم و منتظر میمونم که اینترفیس ما ساخته بشه. همونطور که میبینید هیچ فرق خاصی با اینترفیس ها از لحاظ ظاهری نداره به جز کلمه کلیدی اینترفیس. اگر یوزینگ ها همونن، ارزم به خدمتتون فضای نامی یا همون نیم اسپیسمون همونه، فقط یه اینترفیس اضافه شده به جای کلاس. یه کلاس هم اد میکنم، بعد بریم سراغ مثالمون. نیو آیتم کلاس، اینم کلاس مهدی میذارم. خب بعد اد. خب میایم اینجا بخوایم یه مقایسه ریزی بین اینا داشته باشیم، میبینیم که آقا کلاس اینترفیس از توی ظاهر فقط تنها فرقشون همین، اما توی باطن ما توی اینترفیس ها فقط میتونیم متد ها رو تعریف بکنیم. متد ها همون قوانین هستن. مثلا میگیم که آقا قانون چراغ قرمز، خب اون قانون چراغ قرمز رو اینجا مینویسیم، توی اینترفیس مینویسیم توی این قسمت، ولی دیگه توضیح نمیدیم آقا این قانون چراغ قرمز چیه، چی کار باید بکنیم موقعی که به این قانون برمیخوریم. کجا توضیح میدیم چی کار باید کرد؟ یه کلاسی که ازش ارث بری میشه. مثلا من میام اینجا مینویسم استرینگ، ارزم به خدمتتون یه متد داریم به اسم hello
و یه استرینگ نیم از ما میگیره و تمام. اگه دقت کرده باشیم ما بدنه‌ای برای این متد تعریف نمی کنیم یا نمیتونیم بکنیم. شما اگه بیا اینجا یه بلوک بازو بسته بکنیم، مثلا بنویسیم آقا ریتر کن هلو به اضافه نیم مثلا، میبینید زیر کلمه هلو ارور میزنه، میگه که آقا شما نمیتونی بدنه‌ای برای این متد تعریف کنید چون که اینترفیس. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم بدنه رو کلا پاک میکنیم. حالا میایم توی کلاس و از این اینترفیسمون ارث‌بری میکنیم. همین ابتدای کار یک ارور به ما میده. چی میگه این ارور؟ میگه که آقا این که ازش ارث‌بری کردی شما یک اینترفیس، یک سری قوانینی داره که شما باید اون قوانین رو رعایت بکنی یا این اینترفیس رو ایمپلیمنت بکنی. ما میگیم باش ایمپلیمنت. خب برای ما همون متد رو ایمپلیمنت کرد و بدنه رو باید اینجا تعریف بکنیم که حتما یک چیزی رو باید برگردونه به این متد. خب دومین نکته که هست در مورد اینترفیس ها، سطح دسترسی ندارن، پابلیک، پرایوت یا استاتیکی ندارن اینترفیس ها. خب میایم اینجا ما می نویسیم که آقا شما چیکار بکن، بیا ریترن بکن همون دستوری که اون طرف نوشتیم، کلمه هلو رو بچسبون به نیم ما. اوکی. خب حالا چطوری ما صدا بزنیم این اینترفیس رو یا ازشون استفاده بکنیم؟ میایم توی متد مینمون اول از این کلاسمون یک نمونه سازی میکنیم. دیگه به این دسترسی نداریم، ما بیشتر توی حالا ریپوزیتوری ها از این اینترفیس استفاده میکنیم. اونجا بهتر درک میکنیم که چرا این اینترفیس ها پشت پرده میمونه و ما درگیریمون سر کله زدنمون با این کلاس هاست. مثلا میتونید یه توضیحی که بتونم بگم اینه که آقا این اینترفیس ها به پایگاه داده که وصل میشن، شما ببخشید یه چیزی زدم که نباید میزدم. خب این پشت پرده میمونه، ما با اینا سر و کله داریم که چند لایه بودن برنامه هم یه قسمتیش هم اینترفیس هستن توی ریپوزیتوری. خب میایم توی متد مین، میایم از کلاس مهدی ارزم به خدمتتون یه نمونه سازی میکنیم، میگیم که آقا نیو مهدی. خب حالا میایم اینجا می نویسیم که کنسول دات رایت لاین ارزم به خدمت شما که بیا این آیمی که اینجا بود متد هلوش رو صدا بزن و این مهدی رو بهش بده. یه کنسول دات رید کی هم برای اینکه صفحه بسته نشه میذاریم و F5 رو میزنیم و منتظر میمونیم برنامه‌مون اجرا بشه. خب همونطور که میبینید هلو مهدی رو توی صفحه برای ما به نمایش میذاره. حالا ما بخوایم یک کمی هم خوشیلاسیونش بکنیم به قول استاد مدائنی، یه F5 دیگه بزنیم، اینجا یه فاصله باید بندازه. بله اینترفیس ها دوستان همینه و دیگه چیز زیادی نمیخوام توضیح بدم که درگیر بشین. اگه دوست داشتید میتونید با یه سرچ ساده توی گوگل مطالب بیشتری هم یاد بگیرید، ولی من باب آشنایی همینقدر برای شما کفایت میکنه. توی جلسات آتی انقدر توی برنامه نویسی از اینا استفاده میکنیم که دیگه یاد میگیرید، ولی فعلا شما همینا رو تمرین بکنید، یک کمی هم خودتون تحقیق
بکنید بد نیست. و همین. خب دوستان این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که به دردتون بخوره و مثل هر ویدیوی دیگه تمرین تکرار بکنید مباحثی که گفته شد تو ویدیو رو. همین. لایک کامنت و ساب یادتون نره. اگه خوشتون اومد از ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیس اوت.